Bismillah Rahman Rahim. Dear all our students, look. So this is called, okay, remember. So this is called functions without arguments or without return type in this class, okay. So كده كدام class نبود كمثلا شيء return type داشته باشه, okay. میبینین return type کدام چیز چی نداره, okay. اینتا کدام argument نداره. Now if you want to work these functions with passing arguments and also you don't want to fix value, so now you want to pass from main functions in a zero sec ما میخوایم خو کال ما میخوایم که چه فیکس کاستک که نمی والیو فیکس کاستک ما نمیخوایم که اینجا باشه والیو فیکس. یعنی مثلا سی ان وارد چیز قسم که والیو رو تایپ کردم اینجا و از کدام جای تایپ میکنم, از کدام جای پاسینگ آرگومنت شمیتم, پاسینگ آرگومنت از من متد میتم از اینجا میگم چیزی که اونجا نشته کردم و با ما چی شوه و از اینجا با ما اجرا شوه. باز با خاطر از این داتون باشه برو مثلا این میره پاکو این میره سیستک اینتیجر x این میره تنها اینتیجر x و y میگیرم بس و توتالش هم در اینجا اومده. یک چیز دیگه اضافه میکنیم خو در داخل بریکت این در داخل از این فانکشن کاستک این میره اضافه میکنیم اینتیجر x میگیری کاما و اینتیجر y میگیریم, اینتیجر x و اینتیجر y گرفتیم, درست. خب دیگه بیا این شکل دیگه نال اینتیجر x نه اینتیجر x یا استک a استک ایره اینتیجر x گرفتم و ایره اینتیجر b گرفتم. اینال یک چیز دیگه است که اینجا که زمانی که ما شما دیکلیر و اینیشالایزیشن کردیم او رو بنام چی کردیم اینجا بیا x مساوی میشه با a ایره با و y مساوی میشه با چی با b. بین از اینجا نمیره کلش کپی میکنیم, این از اینجا ایره کپی کو کپی این تمام در جای کاست که اینجا در کلش مندازیم بس سکن و اینی رو ماین شکل also copy, okay, و در پایان نزدی پیستش میکنیم, بیا این از اینجا ایرم پیست میکنیم و اینجا مستک یک دانه اینجا پیست میکنیم, درست. سایکو خب زمانی که نال سکی رو مرن کنم این شکلی خود از اینجا کال کده کنه کال نام کلاس ماست که یک آبجکت برش نام دادیم و آبجکت نال چی را ما می کدام فانکشن جایی که مالتیپل است که ضرب با ما چی کنه کال کنه سکی یک بار ما اکزیکیوت میکنم. وقتی که اکزیکیوت کردیم با ما چی میگه خو میگه no matching functions for call, اوکی. اینجا چی است اینجا باش اینجا کاما ندادیم سیمیکولن. اینجا با ما چی رو گرفته که داخل قوس اینجا با ما چی رو میگه خو میگه public void columns در اینجا باید یک ولیو باید بده منه a کاستک a b دونجا کاستک مثلا یکیش گرفتم 5 گرفتم و دیگهش کاما گرفتم دیگهش مثلا 10 گرفتم 10 5 50 این اکزیکیوت کو و نمو چیز با ما میبراید, درست است. تی بسیار نزدیک است که از خاطر است اینجا بیا یک اسپیس بده یا این قسمی مساوی بده, اوکی دیگه او طرف دور میاد نسبت به او طرف دور میاد سیشتک. خب بیا now I want to که اینمی چی شوه ما میگم اینمی جمع شوه اد شوه پس اد از اینجا گرفتم 50 چند میشه 15 توتال چند میشه 15 میشه بس اینی رو بنام چی with argument or with passing return type است, اوکی. with passing argument اینمی رو بنام یاد میکنه یا return type است, درست. داتا سیف یوزل کارو که پوش پیدا کنین یک کلاس است خو بنام چی بنام کلکولیشن است, مثلا یا کلکولیتر است. گفتیم هر کلاس دارای چی دو مشخصات می باشه, یکیش اتریبیوت است و دیگهش فانکشن است, اوکی. اتریبیوت یعنی زمانی که ما یک موبایل میخریم مثلا برش میگیم که رنگش گلدن است که اینقدر چارچ نگاه میکنه صحیح است و اینی کمپانی است. و دیگه چی است دارای فانکشنز می باشه, فانکشنز خصوصیاتش برش میگی کارایش برش میگی مثلا برش میگی که 128 ام بی رم است و اینقدر وارنتی داره و دیگه مشخصات بعض مشخصاتش گفته میری که اینقدر اسپیس داره فهمیدی اینی مشخصات داره و چی است که فانکشن است.
ایچی است که دیتا وریبل شد تو دیگه فانکشن هاش است. در داخل فانکشن ها که اگزامپل اول که دادیم، در داخل اگزامپل اول چی بود؟ without passing argument بود یا without return type بود. اوکی، اما دینجا چی return type است؟ دینجا return type passing argument برازی دادیم. است که چیزی که ما میخوایم کنج چیزی که فیکس کی بودنه 50 بود 100 بودنه او رو مو طرف کردم، ما چیزی که خودت تایپ میکنی دایرکت اونجوری برای چی میشه شو میشه. بس اینی بود فرق بین اول دوم. خب اینجا ما پاس میکنم. خوب سرتی یک اگزامپل دیگه هم کار میکنیم. پاس